بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، امید که همه شما صحتمند و سلامت باشین. دوستان عزیز، امروز میخوایم درباره ویزای کاری کشور پرتغال برای شما معلومات بدم. این ویزا که از جانب کشور پرتغال از طریق نهاد IEFP ارائه شده. شرط اساسی ویزا ای است که زمانی که شما وارد کشور پرتغال شدین، در اونجا توسط این نهاد به مدت 3 الی 6 ماه آموزش میبرین. بعد از او وارد بازار کار میشید. زمانی که شما این ویزا قبول شدین، رفتین داخل کشور پرتغال شدین و در اونجا چون ویزای شما به مدت 3 الی 6 ماهه و شما چون از طریق نهاد IEFP ثبت نام شدین و رفتین اونجا و بعد از اینکه چون وارد بازار کار شدین و برای شما بعد از مدت اقامت دائمی خود کشور پرتغال ارائه میده و یا همچنان یا تابعیت بر شما میده. و دیگه که است شرط اساسی دوستان عزیز، این ویزا هیچ گونه محدودیت خاصی خود نداره. شما میتونید بدون کدام محدودیت خاص در ویزا ثبت نام بکنین. تنها چیزی که شما نیاز دارین زمان پاسپورت و یا قطعه عکس و اسنادایی که در دست دارین. شما زمانی که به این ویزا درخواست بدین، این ویزا به مدت 2 الی 24 ساعت برای شما یک ایمیل دوباره روان میکنه که دو ایمیل برای شما یادآوری میکنه که اگر شما واجه شرایط ویزا بودین، شما را میگه شما باید در نزدیکترین کنسولگری کشور پرتغال مراجعه بکنین تا برای وقت ملاقات و مصاحبه. زمانی که شما بخواین برای مصاحبه به سفارت کشور پرتغال مراجعه کنید، باید یک سلسله اسناد را داشته باشین از قبیل پاسپورت یا قطعه عکس و همچنین بعضی اسنادهای تجربه کاری که در بخش‌های خاصی شما کار کردین. و همچنان دوستان عزیز، چون این ویزا از طریق این نهاد IEFP ارائه میشه، شما باید یک مقدار پول را باید پرداخت بکنید تا برای ویزا درخواست بدین. مقدار پولش که است این مقدار پول تقریبا 75 الی 80 یورو که شما باید پرداخت بکنین و ویزا بگیرین. زمان که شما ویزا گرفتین داخل کشور خاک پرتغال شدین و ویزای شما به مدت 4 ماه الی 6 ماهه، چون به او خاطر میگه شما باید از طریق نهاد IEFP میگه ثبت بکنید که بعد از زمانی که شما در این ثبت کردین و وارد خاک پرتغال شدین و در این نهاد شما را برای شما آموزش میده و شما وارد بازار کار میشوید و بعد از اون میتونید شما از طریق نهاد اقامت دائمی کشور پرتغال را به دست بیارین. دیگه این ویزا که از دوستان عزیز، در این ویزا کدام اسناد خاصی ضروری نیست، مثل توفل و ایلتس لازم نداره و همچنین کدام اسپانسری از طرف نهادهای خاصی یا کدام نفر خاصی پرتغال هم نیاز نیست و همچنین تحصیلات بالا. فقط با تحصیلات پایین و با پاسپورت و یک قطعه عکس و همچنین بعضی اسنادهای تجربه کاری که شما در بخش‌های خاص کار کردین میتونید در ویزا درخواست بدین. دوستان عزیز، ما میاییم باید قبل از اینکه ما شما این فرم خانه‌پوری بکنین. دوستان عزیز، اینجا را به انگلیسی ما ترجمه کردیم. در این قسمت برای شما یادآوری شده گفته اگر شما در کشور سومی به سر میبرین و قصد سفر به کشور پرتغال رو دارین برای انجام وظیفه، شما گفته باید علاقمندی خود برای کار در کشور ارائه بدین و میتونید از طریق ویزای جاب سیکر درخواست بدین و ما میتونیم ویزای شما را بررسی بکنیم. و در این قسمت گفته دوستان عزیز، برای که شما میخواین ویزا خانه‌پوری کنید باید گفته وارد لینک زیر شده و فرم را خانه‌پوری بکنید که لینکش ما در دسکریپشن ویدیو میمونه و شما میتونید روی این لینک رفته و به راحتی خودتان را ثبت بکنید. و همچنین گفته شما بعد از سابمیت، مثلا شما این فرم سابمیت کردین و وجه شرایط بودین، شما میتونید باید گفته به نزدیکترین کنسولگری کشور پرتغال در کشور ایران، پاکستان یا هند مراجعه بکنید. و همچنین در قسمت گفته ویزای شما به مدت 60 الی 120 روز است. اگر شما مثلا از طریق نهاد IEFP اگر ثبت نکرده باشین در کشور پرتغال، بعد از او مگه شما
بعد از این ویزا که سپریش شما را اکسپایر میکنه. به همین خاطر میگه شما باید از طریق نهاد IFP ثبت بکنید تا برای شما وارد بازار کار شوید و از اون طریق برای شما ویزا شما را تمدید بکنه و یا اقامت دائمی برای شما ارائه نمایند. و همچنان دوستان عزیز دیگه در این قسمت گفته شما مثلا اگر شما مثلا کار کردین مثلا در کشور پرتغال بعد از چند مدت رو کار کنن میتونین شما می ویزه شما را تمدید بکنه. و میاییم دوستان عزیز وارد این لینک میشیم و این فرم خانه‌پوری میکنین. فرم بسیار براحتی میشه، میتونین فرم را خانه‌پوری بکنید که زمانی که فرم خانه‌پوری کردین به مدت 2 الی 4 ساعت برای شما تاییدیه میآید دوباره و برای شما دو تاییدیه میگه که شما باید به نزدیکترین کنسولگری کشور پرتغال مراجعه بکنین. من روی لینک کلیک میکنم و برای خانه‌پوری فرم را آغاز نماییم. این دوستا یه فرم باز کرد. شما باید فرم هر معلوماتی که شما خواسته باید فرم خانه‌پوری بکنین. دوستان عزیز در قسمت شما فقط نام اصلیتون می نویسین و در قسمت تخصص خود درج میکنید، در قسمت تاریخ تولد و همچنان نمبر پاسپورت شما یک قسمت خواسته و تاریخ در قسمت تاریخ که پاسپورت شما عکس کردین و در این قسمت شما تاریخ اکسپایر پاسپورت شما را خواسته که شما باید قسمت درج بکنین و در قسمت دوستان عزیز شما نشنالیتی را خواسته که از کدام کشور هستین، شما افغانستان و همچنان دوستان در این قسمت که از country of residence خواسته شما در کدام کشور به سر میبرید. اگر افغانستان هستین میتونید افغانستان انتخاب بکنین، اگر ایران هستین یا هند یا پاکستان هر کشوری که هستین میتونید انتخاب بکنید. مثلا من میگم فعلا ما ایران هستیم، میتونید یا ایران رو پیدا نمایید و ایران رو انتخاب بکنید. و در قسمت دوستان عزیز شما یک ایمیل آدرس فعال بخواسته برای جوابی که بر شما ارائه میکنه. از این خاطر دوستان عزیز در قسمت یک ایمیل آدرس فعالی که مثلا در تلفن شما یا در کامپیوتر شما فعال باشه در قسمت درج بکنید، چون به خاطر که زمان این فرم شما سابمیت کردین و مدت 2 الی 4 ساعت برای شما دوباره ایمیل میآید و ایمیل تاییدیه که یک برگه یک ورق PDF است که زبان پرتغالی نوشته شده یه ترجمه کرده. این فرم برای شما تذکر داده که شما به شرایط هستین یا نیستین. اگر هستین شما رو میگه شما باید به نزدیکترین کنسولگری کشور پرتغال برای وقت مصاحبه یا درخواست ویزا مراجعه کنید. دوستان از خاطر از ایمیل آدرس فعال در قسمت شما باید وارد بکنید. و همچنان در قسمت دوستان عزیز شما تحصیلات شما رو خواسته. تحصیلات بالا نمیخواد، فقط چند آپشن داره که شما تا چقدر درس خواندین، تا صنف 4 یا کلاس 9 یا صنف 11 یا همچنان فارغ 12 و یا اگر از پانتون فارغ شدین میتونین پانتون رو انتخاب بکنین. و در قسمت دوستان عزیز گفته شما حداقل در کدام از این بخش های زیر گفته شما تجربه کاری دارین یا مهارت دارین. گفته 5 دانه از این مهارت‌ها رو شما باید انتخاب بکنید که در این دوستان عزیز در این قسمت بخش‌های زیاد هست. بخش‌های معماری هست، بخش‌های شهرسازی، دکتری، بخش‌های کشاورزی، بخش‌های معلمی، بخش‌های نرسینگ، بخش‌های آشپزی، کمک آشپز و همچنین بخش‌های زیادی را شما میتونید 5 تا بخش را 5 دانه از این مهارت‌ها را شما انتخاب بکنید. هر بخشی که شما تجربه کاری دارین چند تایش رو به طور نمونه انتخاب میکنه. مثلا من بخش ساختمانسازی تجربه کاری دارم، بخش معلمی و در بخش کمک استادی و همچنان در بخش آشپزی و همچنان دیگر که بخش داریم انتخاب بکنه. دوستان عزیز در طور نمونه چند دونش انتخاب میکنید، از 5 دانه زیاد نشوه.
یعنی زیاد شده میگه. با یک شیر ما شما پاک کنیم. 5 دانه شد. و در این قسمت دوستان عزیز گفته شما از این 5 دانه وظیفه ای که تجربه کاری دارین و علاقمند هستین 3 تایش را حق دارین انتخاب بکنید که در کشور پرتغال وظیفه انجام بدین. از 3 تای بالا، از 5 تای بالا ما 3 تایش را اینجا انتخاب میکنیم که من در بخش ساختمان سازی میخوایم کار بکنم، در بخش معلمی و همچنان میخوام در بخش آشپزی. یا انتخاب میکنید و میایین در قسمت پایین دوستان عزیز گفته شما در گزینه هایی که انتخاب کردین با چقدر تجربه کاری دارین. تجربه کاریش هم از 1 سال هست، 2 الی 3 سال، 4 الی 5 سال، هر مقداری که شما تجربه کاری دارین اینجا انتخاب میکنید. و در قسمت گفته شما با کدام زبان یاد دارین، نه به سطح بالا، فقط به سطح یک معرفی یا سطح یک گفتاری میتونین انتخاب بکنین. و در این قسمت دوستان عزیز میایین کتاب ما با کدام زبان میتونین با شما در تماس شیم. شما میتونین زبان انگلیسی انتخاب بکنین. و در این قسمت دوستان عزیز 3 تا گزینه داره. گزینه است که ما همین بالا تا معلوماتی که درج کردیم اینا را تایید میکنید هستیشانه و گزینه سابمیت را کلیک میکنید. منتظر میشین تا فرم شما سابمیت شود و بعد از سابمیت دوستان عزیز به مدت 2 الی 24 ساعت برای شما یک ایمیل تاییدیه میآید که 2 ایمیل اگر شما وجه شرایط بودین برای شما میگه که شما باید به زودترین فرصت به نزدیکترین کنسولگری سفارت پرتغال مراجعه کنید.